سلام درود به پیام بینندگان عزیز. قصه امروزه ما محض برای نفرانی هستند که ظلم زیاد میکنند. محض برای اون نفرانی هست که امروزها از قدرتشان سوء استفاده میکنند. با کسی رحم نمیکنند. قصه امروزه برای اون نفر است. جوانی بود خیلی پرهیزگار، خیلی با آداب. در یک بیمارخانه همچون طبیب کار میکرد. چون همیشگی یک گل بخرید تا با تمام بیماران به عیادتشان بروه برای اونها گل بتیه. خلاص چندین اتاقها را طی میکنه، میرسه به اتاقی که یک مردی کلانسال خیلی داد و فریاد میکرد. از درد و رنج و عذابی که داشت فریاد میکشید. طبیب داخل میشوه، نگاهش میکنه و از چشمای طبیب اشک میریزه. از اتاق بیرون میشوه. همشیره از طبیب میپرسه که آیا این را میدونی کی است؟ این 1 سال میشوه به همین بیماری گرفتار است. تمام وجودش درد میکنند. جگر، شیش، کسل قند داره، فشار خون داره. همه اینا یک باره اذیتش میکنند. طبیب میگه بله این را من میدونم. این نفری هست که خانه و زمین ما را با حجتهای قلبکی از خودش کرده بود. نزد پدر ما آمد، گفت من خانه و زمین شما را میخرم. وقتی که تمام حجتها را آماده کردن، پیش از اون که مبلغ بتیه، شاهدا را آورد، گفت من مبلغ برای تو دادم و خانه را از خودش کرد. ما هر سوده می رفتیم، به هر جایی که مراجعت میکردیم، به فایده همین ظالم کار حل میکردن. چون که در همه جا قدرت داشت، پول داشت، جوره و یار و رفیق داشت. به جایی رسید که از این غم و اندوه و درد پدرم به هلاکت رسید و ما مجبور شدیم که به قشلاق به خانه بابای مادرین بریم. اوجا رفتیم، به وایه رسیدیم و الان که میبینیم ما هم طبیب هم شدیم. و مشکل در این است که نه فقط این به ما ظلم کرده است، به تمام مردمی که در همین منطقه هست همین ظلم میکرد. به هیچ کس رحم نمیکرد. یکی را تجارت میگرفت، یکی را خانه‌ش میگرفت، یکی دیگر را به هر بهانه ببرد زندان میکرد، دامش میگرفت. بالاخره آهی این مظلوما ای را گرفت. پیغمبر خدا علیه السلام میگه بین خدا و بین مظلوم پرده ای نیست. هر دعایی که مظلوم بکنه خداوند قبولش میکنه. خلاصی کلام، طبیب نزد بیمار میآید. وقتی داخل میشوه این ظالم در حال میشناسش. طبیب میگه مرا شناختی؟ بیمار میگه بله، تو فرزند فلانی از فلان جا هستی که من زمین و خانه شما را گرفتم، پدرت به همین غم و درد از دنیا گذشت. و خداوند همه جای ما را دردمند کرده است بغیر از عقلم و قلبم. عقل من هیچ نمیتونم یگان چیز فراموش بکنم. تمام لحظه هایی که ظلم کرده بودم همش در خاطرم هست. تمام آدمایی که ظلم کردم تمامش هر روز در نظرم می آیند و قلبم سالم است تا این عذاب و مشقت و بیرحمی و اینا را من حس بکنم. خداوند مرا به این درد گرفتار کرد. پس طبیب میپرسه که او یار و رفیق و دوست و همنشینا و اینا کجا شدن؟ ظالم میگه در آخر حیات من احساس کردم که به مردم زیاد ظلم کردم، پشیمان شدم. فرزندام جمع کردم، گفتم که به هر یکی که من ظلم کردم باید برم بخشش پرسم. از هر چیزی به ظلم گرفتم اونا را بر بگردانم. الان فرصت هست. عادتا قلب های مظلوم ها بسیار مهربانه. اگر چی ظالم چی ظلمی که نمیکنه، مظلوم همیشه قلبش مهربانه. ظالم دیر نمیشوه. هر وقت بخواه اگر توبه بکنه و عذر بپرسه، عادتا طبیعت مظلوم ای است که او را میبخشه. خلاص میگه فرزندام و من گفتم که همون هر کس هر چیزی گرفتم برمیگردانمش.
میگه فرزندان بزرگ شده بودن، با پول حرام کلام شده بودن، با پول ظلم از مردم میگرفتن، برای اونا میدادن تا اونا دانشگاه بخوانن، تا اونا تجارت خودشان بکنن، تا اونا چی به وایه برسن. میگه به جای رسید که فرزندان گفتن که ما کاری برای تو نمیکنیم، بره دنبال کار. وقتی میگه این کار ما بسیار پافشاری کردم که من باید این کار رو انجام بدم، میگه دیگه همه چیز به نام فرزندان بودن، به نام زنم بود، به نام دختران بود. عادت ظالما همی است که در نام خودشان بسیار خانه و در نمیکنن. فرزندان میگه گرفتن بودن در یک منطقه مرا پرت افتادن. به همین بیماری که دارم مبتلا شدم و نمیدانم یک نفر مرا آورد چیکار کرد، در همین بیمارخانه خواب کرد. هر شب تا صبح من خواب نمیکنم، عذاب میکشم. من میدانم که آهی انمو مظلوم است. طبیب که پرهیزگار و خدا ترس بود میگه من که ترا بخشیدم، من ترا به این حال میبینم، من ترا بخشیدم، بیا کار انجام میتیم. میریم نزد تمام این نفرایی که ظلمشان کردی، از اونا بخشش پرس، انشاءالله که اونا ترا میبخشن. و این ظالم از خرسندی دیگه گویا که قنات برآورده بوده پرواز میکرد و نزد هر یکی اونا رفت، از اونا بخشش پرسید و اونا را هم چی؟ او را بخشیدنش. در پایان چی گفتنی هستم؟ هیچ وقت مغرور به این منصب و جا مقام تا نشین که اینا روز از بین می روند. قسم به خدا بهترین نفرانی که برای شما نزدیکترین شما هستند، برای اونا اینقدر مردم از ظلم میکنه، اینقدر مردم از فریب میکنه، همونا ترا میپرتابند. طبیعتی ظلم عاقبتش همی است. برای همین ده نشید است با کسی ظلم کرده، تجارت کسی را گرفته، نمیدانم خانه کسی را گرفته، با فریب، حیله، با سودبازی و جوربازی و تقبازی، حالی هم ده نشید است اونا را بر بگردانید. چون این فرزندای شما با خودشان رحم ندارن، به شما هم هیچ وقت رحم نمیکنن، چون که با پول حرام اینا کلان شدن. شاعر بزرگوار میگه چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیکی خداوند بدی نیست فراموش. و در آخر چی میگه؟ انگشت مکن رنجه به در کوفتنی کس، تا کس مکند رنجه به در کوفتنت مشت. حال هم دیگ نشده است، بر بگردین، عذرخواهی کنین، انشاءالله که مردم شما را میبخشند. با امید نابودی ظلم و ستم، خدا حافظ.